سربازان اسپارتی حمله کنند. یار خشایارشا منم، سردار بی پروا منم، نام مرا فریاد کن، از طاق بستان یاد کن. من سومینم، داریوش آن شاه خونین و خموش، یورش به دشمن برده ام، تیغ از سکندر خورده ام. یک شاه اما بی سپاه، با دشمنانش بی پناه جنگید، کشت و کشته شد، تاجش به خون آغشته شد. کس بر تنش دستی نبرد، تا آری و برزن نبرد. داغ دل رومی منم، من ارگ بمم، من مستک روشنگرم، فر اهورا بر سرم، تیغ کریم زندیم، ختم حقارتمندیم. من دیوهای مست را، آن دشمنان پست را، من دختران بی پدر، من مادران بی پسر بسیار بر خود دیدم، و از داغشان رنجیدم امروز بی بال و پرم. افتاده دیهیم از سرم، اما اهورا زنده باد. سوشیانس هم پاینده باد، روزی رسد هرمزد پاک. دستی کشد بر روی خاک، آن روز ایران را ببین، بر طرز مصر و روم و چین، با بر یزدان آشنا، از بند اهریمن رها، چون آریاییم نژاد، نامم خدا ایران نهاد. تقدیم به همه شنوندگان عزیز و برنامه ماهور، به ویژه عزیزان